سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 9 ایول همراه شما. در نتیجه سوختار در کنار یکی از بازارهای کلانترین شهر خوجند چند فروشگاه سوخته نابود شد، تعدادی هم آسیب دیدند. سوختار در نزد بازار سامانیان صبح روز 9 ایول سر زد و بنا به تحقیقات پیشکی به هم رسیدن ناقل‌های برق سبب آتش گرفتن یکی از دکان‌ها و سپس وسیع شدن آتش سوزی شده است. در نتیجه سوختار بیشتر از 10 فروشگاه آسیب دیدند و اساساً مغازه‌های فروشی مبل سوختند. هیچ کسی از فروشندگان ضرر ندیده است. سوختار نشان‌ها میگویند سری وقت توانستند آتش سوزی را فرو نشانند وگرنه خسارات از آن به میلیون‌ها سامانی می‌رسید. سامانیان یکی از بزرگترین بازارهای ولایت سوغد است و از آن هزاران نفر روزانه خرید می‌کنند. بنا به گزارش‌ها یک جوان تندگرای تاجیک و عضو گروه دولت اسلامی که با نام ابو خالدی کولابی معروف بود در نتیجه ضربه هواپیمای بی‌سرنشین نیروهای ائتلافی در سوریه کشته شده است. برادرش خیرالله نظروف روز 9 ایول به رادیو آزادی گفت عکس جسد نصرت نظروف برادرش را به او نشان دادند. در راه رفتی سب دینم خیلی میگذادنش. خیلی دیگه اسمو چی میام؟ گروه‌های مربوط به تندروان دولت اسلامی نیز در شبکه‌های اجتماعی با نشر ویدیوی از مرگ ابو خالدی کولابی گزارش دادند. نصرت نظروف ساکن 38 ساله شهر کولاب پیوسته با نشر ویدیوهای ترغیباتی از جوانان تاجیک می‌خواست به صف گروه دولت اسلامی بپیوندند. وزارت امور داخلی تاجیکستان نوار ویدیوی جوانزن تاجیک را نشر کرد که هنگام قصدی خودکشی 3 فرزندش را هلاک کرد ولی خودش زنده ماند. دفتر مطبوعات وزارت روز 8 ایول با نشر ویدیوی بازپرسی پروین عبدالله‌ایوا ساکن 35 ساله ناحیه یاوان از طریق تلویزیون دولتی تاجیکستان گفت او به سبب جنجال با شوهرش و از رشک خواسته است خود و فرزندانش را بکشد. با گفته مفتشان پروین عبدالله‌ایوا بعد تماشا دادن آمینه 5 ساله، مهینه 6 ساله و زیاودین 7 ساله در دوشنبه آنها را به نزد کانال حصار آورده خود را همراه کودکانش به آب انداخته است. اما گروه از جوانان مادر را از آب بیرون کردند ولی کودکانش را نجات دادن نتوانستند. علیه پروین عبدالله‌ایوا با اتهام قتل کودکان نابالغ پرونده جنایی باز کردند. مقامات تاجیکستان میگویند نیت دارند قیمت آب را در ناحیه‌های کشور تا 37% بالا برند. علی مراد اسلام زاده مدیر کل کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی روز 9 ایول در نشستی خبری در دوشنبه گفت عین زمان آنها برای رسانیدن 1 متر مکعب آب به مردم بیشتر از 2 سامانی خرج میکنند ولی در عوض فقط 80 درم میگیرند که بر ضرر کارخانه است. علی مراد اسلام زاده اعتراف کرد که هنوز هم بیشتر از 40% مردم تاجیکستان از آب پاک آشامیدنی تنقیصی میکشند. قریب من 43% مردمی که به آب آشامیدنی است از آب باران استفاده میبرند، از آب چشمه استفاده میبرند. من شخصا تمام جوانی با کشوندن آب سر شده گرفتم. تمام جوانی. این مکتب می آمدی، همین کامپیر مادر فلاکو در خر بار کرده که سوالش آب داد برام. رفتیم 2 ساعت 3 ساعت وقت ما فقط آب کشوندن گرفتم. برای من مشکلات بسیار است. یکی حرکت میکنیم که مشکلات برطرف شود. با قول رئیس کارخانه سبب بالا بردن قیمت آب نارسایی مبلغ برای نگهداری شبکه‌های آبرسانی و تأمین مناسب مردم با آب پاک آشامیدنی است و در کشور تقریبا 4 میلیون نفر از آب تصفیه شده و بی‌ضرر شده محرومند. دانشمندان تاجیک میگویند بر اساس دلیل و مشاهده‌های علمی ثابت کردند که رمضان امسال فقط 29 روز است. فرهاد رحیمی رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان روز 9 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت عالمان پژوهشگاه استروفیزیکا در این باره کار کردند و خلاصه‌شان ردناپذیر است. امسال ما روز 17 ماه ایول ساعت 6:24 دقیقه صبح و وقت گرینویچ وقت جهانی 00:24 دقیقه وقت گرینویچ که 5 ساعت فرق دارد از وقت محلی ما، یعنی ساعت 6:24 دقیقه صبح روز 17 ماه نرم می شود. فرهاد رحیمی افزود آنچه که سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت بر اساس علمی درست می باشد و در تاجیکستان ایدی فیتر روز 17 ایول
باید تجلیل شود. از این پیشتر رئیس شورای علما گفت ماه رمضان که 18 ایون آغاز شد 16 ایول به پایان میرسد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی